سلام، من وکیل دادگستری هستم. در خصوص تغییر نام، وقتی فردی سالها با نامی غیر از نام شناسنامه‌ای شناخته شده و این نام در خانواده، دوستان و روابط اجتماعیش رواج پیدا کرده، از منظر قانونی میتونه درخواست تغییر نام رو داشته باشه. روال کار به این صورته: ابتدا باید به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه مراجعه و درخواست تغییر نام ثبت بشه. غالبا این درخواست در مرحله اداری رد میشه. در این صورت با مراجعه به دفتر خدمات قضایی درخواست خودتون رو با خوانده قرار دادن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ثبت کنین. دادگاه در این مرحله و با بررسی دلایل و مستندات رأی نهایی رو صادر میکنه. اگر دلایل شما منطقی و قابل اثبات باشه، مثل استفاده مستمر از نام جدید، شانس موفقیت بسیار بالاست. توصیه میکنم برای تسریع و موفقیت بیشتر در روند حتما با کمک یک وکیل این اقدام رو انجام بدید. اگر به آگاهی از حق خودتون علاقه‌مندید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و نشر بدید.